این آخرین تیاری اهل هنری بدخشان است. هنرمندان برای پیشنهاد برنامه فرهنگی آخرین آمادگی‌های خود را دیده ایستادند. این گروه رقص مهنت را اجرا می‌نمایند. غلام سلام سرابک، مدیر کلوب دهه رینگ، به همراهانش میگوید که هنگام اجرای رقص آنها باید احتیاطکار باشند و به هر یک حرکت و عمل خویش دقت دهند. او به همراهانش میگوید که کوشش نمایند تا برنامه در سطح بلند گذاشته به حاضرین پسند آید. ما ولایت مختار کوهستانی بدخشان اینایش کوشیم می‌خواستیم که رقص مهنت به مردم برادر همزبان ما می‌خوایم که رقص مهنتی نشون میدیم. رقص مهنت ما در رقص ما 5 مرد است و 3 تا زن است. می‌خوایم که همین چیزی بودن دیقانو مهنت دیقانو به خلق نشون بدیم با صنعت قطعی. سیف الله کامل جان ساکن ناحیه اشکاشم یکی از 5 نفری میباشد که رقص مهنت را نمایش میدهند. او از دستگیری و حرمت و احترام مردم سوز زمین خیلی خرسند بوده. با همراهانش نیت دارند که رقص مهنت را طرز اجرا نمایند که پسند همگان به خصوص مردم سوز زمین گردد. ما امروز 3 روز است که در ولایت سوق فرهنگی ولایت مختار کوهستان بدخشان را به مردم ولایت سوق نشان میدهیم. امروز برنامه کنسرتی داریم و میخواهیم که اون چی هنری که چی داریم امروز برای ولایت سوق مردمای ولایت سوق چی میکنیم. بعد از آن ما میناداری خود را به مردم ولایت سوق بیان میکنیم که چند روز که ما در اینجا هستیم دستگیری میکنند. شام روز گذشته در امفی‌تئاتر قصر ارباب برنامه فرهنگی مردم بدخشان دایر گردید. سرآغاز رئیس ولایت محترم عبدالرحمن قادری سخنرانی نموده قید داشت که برگزاری هفته فرهنگی مردم بدخشان در سوق محض نتیجه دستاورد تاریخ نوین دولت و ملت صلح دوست و فرهنگ سالاری ما میباشد. برای لحظه‌های مبارک و تاریخی که از تشکیل وحدت ملی صلح و ثبات و پایداری استقلالیت دولت سرچشمه میگیرد برگزاری هفته فرهنگی ولایت مختار کوهستان بدخشان در ولایت سوق را و کل اشتراکداران شاربینی مهمانان ارجمند تبریک و تهنیت گفته و هر یک شما و خانگان کل ساکنان کشور محبوب ما سعادت و خوشبختی، آرامش و آبادی و وحدت ملی جاودانی را تمنا می‌نمایم. سپس رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان شادیخان جمشید سخنرانی نموده این گونه اقدام ها را خوب و سریع وقتی ارزیابی نمود. از جانب صنعتکاران و هنرمندان بدخشان زمین رقص‌های جالب، آهنگ‌های دلنشین و سرودهای گوناگون پیشنهادی حاضرین گردید. سرودها بیشتر فراگیر موضوعهای دوستی و رفاقت، خودشناسی و میهن‌پرستی و ترنمگری عنعنه‌های مردمی بود. قابل ذکر است که این چهاره‌بینی با شکوه در دایره روزهای فرهنگی مردم بدخشان در ولایت سوق دایر گردید. طول چند روز است که زیاده از 800 نفر مهمانان از ولایت مختار کوهستانی بدخشان در ولایت سوق قرار دارند. هدف‌های اصلی این سفر تحکیم روابط دوستی مردم دو منطقه کشور، آشنا گشتن با رسم و عنعنه و تاریخ و مدنیت یکدیگر و امثال این میباشد. یادآور میشویم که این سفر تا سنه 26 آگوست دوام خواهد یافت. رستم احمدوف، ناظم جان عبدالعزیزوف برای برنامه اطلاعاتی نگاه دیار.